سلام بچه، امید که خوب و خوش باشین. ویدیوی هفتم بوتکمپ دیگه، روز هفتم بوتکمپ. دی ویدیو درس اوردر بلاک هسته. اوردر بلاک ها چی هستن، چی رقم به درد میخورن و اصلا چی رقم استفاده کنیم. بولش اوردر بلاک چی رقم است، در کجا برمانه، و بیرش اوردر بلاک چی رقم است و در کجا میه و چی رقم ولید میشه در ما و ولیدیشنش چی وقت میباشه. اوکی، خب قسمی که میبینیم اینجا دفینیشن داریم. اما ولیدیشن، دفینیشن یعنی تعریفش، ولیدیشن هم که چه وقت ولید میباشه، قابل استفاده میباشه. رقم براتون چیز بگویم. bullish order block bullish definition: the lowest candle or price bar with a down close that has the most range between the open to close and a near support level. آخرین کندل که به طرف پایان باشه و از او قسمت مارکت سپورت شده باشه. بعد از اوی که بالا رفت از او قسمت به نام چی میشه؟ اوردر بلاک یاد میشه. مثلا اگه من براتون یک چیز بکشم که مارکت تا اینجا پایان میه، ایره مثل یک بلاک بگیریم. بعد از یک مارکت از این قسمت سپورت شده، آخرین کندل یک طرف پایان می باشه، این من حیث چی یاد میشه؟ اوردر بلاک یاد میشه که از این قسمت مارکت شاید چی کنه؟ دوباره پس سپورت شه و بره بالا. اما اوورال که هسته چی رقم هسته که باید ما یک سپورت پشتر ازی داشته باشیم. یعنی تا این قسمت یک میرسه مارکت باید بر خودش داشته باشه، این قسم جای یک سپورت داشته باشه که وقتی که مارکت اینجا میرسه، بعد از او آخرین کندلی که از اینجا پایان می باشه، این کندل به نام چی یاد میشه؟ به نام اوردر بلاک. گیریمش که این قسمت یک کندل پایان داریم و مارکت در طرف پایان آمده بود، سپورت رسیده بود. اوکی، بازم از سر براتون میگم که ضرور است که یک اوردر بلاک، یک سپورت داشته باشیم. اگر مارکت در یک سپورت نرسه، آخرین کندل به طرف بالا هیچ معنا نداره. اگر سپورت داشته باشیم، بعد از او یک مارکت به سپورت رسید و طرف بالا رفت، بعد از او آخرین کندل طرف پایان رسید، چی میشه؟ اوردر بلاک تشکیل میشه. ولیدیشنش چه وقت می باشه؟ when the price high of the lowest down close candle or price bars are traded through by a later formed candle or price bar. قسم از یه که همون قسم یک براتون گفتم. خب اگه یک قسم داشته باشیم و ما اینجا رسمش کنم، گیریمش که این کندلی است که به طرف پایان آمده. اوکی، و چی است؟ کندل سرخ است که دی سپورت رسیده. یک قسم دی سپورت رسیده. کندل بعدی که مارکت دی سپورت رسید باید چی کنه؟ از این قسمت این رقم به طرف بالا بولش کلوز شود. این قسم چیز شود که بالای از این هایی که دیجا ویک می داشته باشیم، بالای از این بر ما کلوز کنه. وقتی که مارکت این رقم به طرف پایان میایه و گیریمش که یک کندل بیارش است، یک کندل بیارش و اینجا یک کندل بیارش دیگه، یک کندل سیومی باشه طرف پایان یک قسم. و باید مارکت چی کنه؟ در نقطه سپورتی که رسید از این مارکت طرف بالا بره. وقتی طرف بالا رفت، چه وقت بر ما اوردر بلاک ولید میشه؟ وقتی که این قسم یک کندل یا چندین کندل چی شوه با طرف بالا بره که بولش باشه. او وقت این اوردر بلاک ولید میشه که دوباره با پس آمدنش یک اوردر بلاک ولید داریم. وقتی که ریتریسمنت کرد به طرف پایان، این اوردر بلاک ولید است که ما از میتونیم چی کنیم؟ انتری بگیریم یا هم باعث ما را پیدا کنیم. اگر تایم فریم بالاتر باشه، مثلا باعث ما را از پیدا کنیم، و هم اگر تایم فریم خرد است، انتری تکنیک خوبش باشه. خب این حال ریسک ما را چی رقم دیفاین کنیم؟ بهترین جای اگر بخوایم استاپ لاس بانیم، زیر اوردر بلاک می باشه. یک قسمی که یک کندل اوردر بلاک داشته باشیم، گیریمش که اوردر بلاک بولش است. اگر ما استاپ ما را گیریمش که در یک قسمت داخل شیم و استاپ ما را زیر جبانیم، با احتمال کم مارکت تا یک قسمت می شاید مارکت ترید کنه امرای ویک تا یک قسمتایش و دوباره پس چی شود؟ باید کندل رقم کلوز شود. اما بازم احتمالات در نظر میگیریم و میگیم که مارکت شاید پایین تر بره و بهترین جایی که استاپ ما را بانیم که مارکت ما را قسمی نکشه بعد از یک پس بالا بره کجا می باشه؟ لوی از جا می باشه که مارکت اکثر وقتا چی میکنه؟ بهترین اوردر بلاک ها تا 50% ترید میشه. بعد از او مارکت به این قسم با بالا رفتن خود ادامه میده و بعد از یک مارکت بالاتر رفت، کم کم استاپ لاس ما را بالا آورده میتونیم تا 50% چیزایش که مارکت دوباره پس پایین‌تر نمیه و اگر پایین آمد، او وقتی که اوردر بلاک فیل میشه و مارکت میره زیر از لو از جی کلوز میکنه، او وقت ما چی باشیم؟ ریسک ما حداقل کم باشه. و انتری تکنیکش هم که هسته، بهترین جایش به نظر من که هسته در خود سر اوردر بلاک است که یک قسمت جای اوردر بلاک می باشه که مارکت حداقل ترید میکنه. مثلا یک قسم که جای هسته اینجا و اوردر بلاک هایی که خوبش باشن. این حالا بعضی ها میگن که بعضی وقتا
تا پایانش میاد بعد از اون میره بالا. من فقط میگم که اوردر بلاک های که خوبش باشه مارکت فقط تا 50% ترید میکنه. یعنی اگر ما فیبوناچی ما را پرتیم و این قسم مارکت فقط تا 50% ترید میکنه و دوباره پس چی میکنه میره به طرف بالا. یعنی از 50% بادی کلوز نمیکنه. اگر ویک هم پایانتره یا ویک کدام مشکل نیست. بعض وقتا ویک ها شاید پایانتر هم بیان اما بادی از 50% پایانتر کلوز نکنه و اگر اوردر بلاک خوبش میباشه که نشان میده که اوردر بلاک ما چی شد ریسپکت برش نشان داده شد. یعنی به طرف خب قسمی که اینجا میبینین یک دونه اوردر بلاک داریم. یک مثالش هسته که من براتون میگم که مارکت طرف پایان آمده بود. مارکت به طرف سعودی بود دوباره پس با پایان آمدن خود چی کرد یک اوردر بلاک جور کرد. ایناله اگر تعریف شه بگیریم که لاست داون کلوز کندل یک طرف پایان بود اینی یک لگی که پایان بود و دوباره یک لگ جدیدی که بالا طرف اکسپنشن جور شد لاست داون کلوز کندلش اینی بود. این اوردر بلاک به خاطر چی والد است؟ به خاطر از این والد است که ما در پشتش سپورت داریم. اینجا میبینین مارکت از خود یک خالیگاه لا کرده بود دوباره پایان آمدن به خاطر از این بود که خالیگاه مارکت چی شود پر شود. یعنی یک سپورت داشتیم در قسمت که مارکت چی کنن سپورت کنن و با طرف بالا برن. او قسمی که اگه ما بگیریم لاست داون کلوز کندل هر چیزی بگیریم بعض وقتا فیل میشه. مثلا زیاد میده که من براتون نشون دادم میتونم که آخرین کندل اگه شما بگیرین و سپورت نداشته باشین فیل میشه براتون. اما اوورال ای است که شما باید یک سپورت در پشتش داشته باشین که اوردر بلاکتون ولید یا خوبش باشه. بعد از اون ولیدیشن از طرف خود اوردر بلاک هست چی رقم می باشه که کندل بالایش ترید کنه. اما قسمی که براتون گفتم ویک از جیره که بگیریم طرف چی کرده مارکت طرف بالایش رفته یک کندل دو کندل و کندل سیومی دوباره پس پایینتر. این قسم اوردر بلاک ما چی است ولید است. و همون قسم اینتری تکنیکش هم که ما براتون گفته بودم که در خود از اینجا چی میه خوبش میه. مثلا اگر ما این قسم بانیم و استاپ لاس شم ریسکش چی باشه زیر خود اوردر بلاک باشه که از او کده پایینترش اگر مارکت بره اوردر بلاک ما چی میشه انوالید میشه. والید وقتی است طرف پایین باشه و دوباره از انترنال لیکویدیتی با اکسترنال لیکویدیتی از لیکویدیتی داخل خود محدوده و لیکویدیتی خارج از محدوده که با استاپ است. خب همین قسم بیرش اوردر بلاک بیرش vice versa که در بولش اوردر بلاک یک چیز هستن. Definition: the highest candle or price bar with up close that has the most range between the open to close and is a near resistance level. در آخرین کندل یک به طرف پایان از ترید شده مارکت و در او قسمت مارکت چی داشته رزिस्टنس داشته یا بار که کندل میشه هر دوش یک چیز میشه. highest candle or bar price که هر دوش یک چیز است که به طرف پایان کلوز کرده بعد از اون مارکت رفته به طرف پایان از یک لیول رزिस्टنس. بازم تاکید میکنم که یک لیول مقاومت که مارکت از یک بار مقاومت شده بود به طرف پایان دوباره از اون قسمت چی شد مارکت ریجکت شد. ولیدیشنش هم سیم است که ولیدیشن بولش when the low of the highest close up candle or price bar is traded through by latter formed candle or price bar. اما قسمی گفتیم که وقتی که مارکت در یک لیول رزिस्टنس میرسه از اون قسمت مارکت چی باشه دوباره این قسم پایانش کلوز کنه که لوی از اینجا باشه و مارکت این قسم زیرش کلوز کنه که کندل برای ما چی شود تشکیل یک اوردر بلاک جدید بده. اما خود از این مهم نیست که کندل بالا از این بولش باشه که ما ایره چی بگیریم اوردر بلاک بگیریم یا این هم ولیدیشنش باشه. تمام چیزی که مهم است پشت از این مهم است که نراتیو چی داره در پشت خود. آیا یک لیول رزिस्टنس است آیا یک لیکویدیتی که پیش از این بود او لیکویدیتی گرفته شده بود یا نه. باید شما نراتیو پشت اوردر بلاک رو بفهمید. خود اوردر بلاک که هر چیز که باشه هایست کلوز کندل هم باشه بعضی وقت هایست کلوز کندل هیچ معنا نمیداشته باشه. اما اگر در پشتش ما یک فیرولی گپ یا هم یک لیکویدیتی داشته باشیم که گرفته شده باشه یک اوردر بلاک چی داریم های پروبابیلیتی داریم. خب قسمی که اینجا میبینیم آخرین اپ کلوز کندل یک داریم پیش از یک مارکت به طرف پایین بیه و در یک جای رزिस्टنس هست. به خاطر چی؟ به خاطر از یک مارکت یک بار از ریجکت شده بود مقاومت داشت دوباره بالا از این های رفت با یک حساب لیکویدیتی بای ساید از این مارکت چی کرد گرفت بعد از اینکه لیکویدیتی گرفت به طرف پایین آمد بعد از اینکه دوباره به طرف پایین آمد آخرین کندل یک به طرف بالاست چه وقت ولید میشه برای ما وقتی که لوی شکستانده شود. وقتی که لوی شکستانده شد به این رقم دوباره مارکت پس بالا آمدنش یک بیرش اوردر بلاک بر ما جور میکنه که چی میتونیم یک پوزیشن اینجا بگیریم او باش ما ایره دلیت کنم
میتونیم که یک پوزیشن شورت از بگیریم دیگه قسمت. و استاپ لاس ما کجا باشه؟ استاپ لاس ما بالای های کندل باشه و هم قسم تارگت ما ERL باشه، اکسترنال باشه که از لیکویدی داخل محدوده با لیکویدی خارج از محدوده بریم. اوکی دیگه شما خودتان هم برین در مارکت ببینین، نه تنها USDT بالاتر از USDT دیگه مارکت ها که از تمامشان برین تجربه تان بگیرین، چون شما در یک ویدیو نمیشه مثلا تمام اوردر بلاک ها رو بفهمین چی رقم است. بعضی هایشان براتون کار میته، بعضی هایشان فیل میشه. من نمیم که اوردر بلاک ها تمامش که هستن کار میتن، حتی بعض وقتا که اوردر بلاک ولد هم داشته باشه و در نقطه رزिस्टنس باشه در اون قسمت بعض وقتا فیل میشه، چون ما هم را احتمالات کار میکنیم. اوکی دیگه خودتان هم برید در مارکت ها ببینین، از تجربه خودتان بگیرین و نه میبینین خودتان که چقدرش براتون کار میته و چقدر اوقات کار نمیته. دیگه این بود درس از اوردر بلاک ها. انشالله در درس بعدی میبینم.